أين الطالب بدم المقتول بكربلاء أين المنصور على من اعتدى عليه وافترى أين المضطر الذي يجاب إذا دعا أين صدر الخلائق ذو البر والتقوى أين ابن النبي المصطفى وابن علي المرتضى وابن خديجة الغراء وابن فاطمة ساعت 6 را میفتم، ساعت 7 خوردی 8 اونجا میرسم. بسم الله میگیرم، خدای به امید تو میگم خدایا همه پیاده‌ران پشت بنا بگو، خدایا تو ما همراه من بگو، من برم برگردم. قبل از گورکاری اینا تابلو زدن کوچه گلستان، بعد من این گلا رو زدم درست کردم، این کوچه را یه خانم برکش گفت اینا این تابلو رو باید برداریم، اسم تو بذاریم که این خانم اینجا داره گورکاری میکنه. اسم من گذاشتن گلخانه. باران میباره، من چادر برمیدارم، پوتی میپوشم، خدایا بمیدی تو هر کار میکنم برای امامزاده هستن، میام برای اونجا نماز میخونم، اونجا دعا میکنم. چرا دوست آشنای راننده ها میگه چرا تو پیاده میری، تو پیرزنی نمیتونی، قلبت میگیره، قلب من عمل کرده است، قلبت میگیره، بیا ماشین بشین بریم، میگم نه ما باید پیاده برم، دوست دارم. بسم الله الرحمن الرحیم. معصومه دلیلی هستم، 65 سالمه، سندمه که دارم زندگی میکنم. دم بدم بر همدم گل رخسار محمد صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آمودم پرسیدم و آقای رو پرسیدم، گفت چرا مسجد در باز نیست؟ گفت کرونا نمیتونیم بید، کرونا نمیتونیم بید، کرونا نمیتونیم بید. میام تا مسجد، میگم خدای شکر، همون قوت دادی، حرکت دادی، برکت. بنفسی انت من مغیبا لم یخلو من بنفسی. بعد از آن بگم عروضی دارم که من با عروضی من برسم، مکه برم، قبر حضرت محمد برم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، قبر حضرت زینب برم سوریه انشالله. دعای برای بیماران، برای گرفتاران، برای همه. بنفسی انت من اثیل مجد لا یجارا بنفسی انت من تلاد نعم لا تضار بنفسی انت من نصیف شرف لا یصاب أحار فيك يا مولاي ولا متى وأي خطاب أصف فيك وأي نجوى.